میتم شاهانه میتم سوزن سر میده میتم بشکه که من ایدی من ایفون ویدیو رو پست میکنم در یوتیوب ولی این حلقه زیر چشمم بدم میایه خب این حلقه زیر چشمم بدم میایه چی کار میایه میراث ماند بر ما میراث من میخوایم میایم چوتی کنم دلتنگ شدیم ولی اگه من چوتی بکنم میایم قاد میگیرم میایم خیلی خودم در حالت که بانی آمده بشه میره بسته بکنم اینم صاف میمانه چوتی بکنم چوتی قاد چوتی رو میگیره اگر لوله کنم لوله میشه خلاصه بگذار از تیک تاک و انستا و اینا ولی من دوستم در یوتیوب بدون از این فیلتره قسمی باشم خب به خاطر ساده ای هر جای هر رنگ تیک تاک فول فیلتر انستا کم اپدیت یا کم بهتر آرام ولی یوتیوب نه چقدر وقت است یعنی من که خلا شده یک ماه من از استفاده میکنم من چه فایده کده نکده یا که زیاد شده کم شده اید نمیفهمم ولی من استفاده میکنم ببینیم یک امی خلاشا فایدهش نیدیم باز بهترش استفاده میکنم و یک چیز دیگه من رویم اگر بخار میکرد از وقت کالمان مامده و این استفاده میکنم بخار اصلا نی شده یعنی من رویم بخار نداره صوفه چرا کچگری میکنم نه حالا میرم نظر بکنین یعنی نمی مانده که نمیرم نظر بکنین بخار یادم رفت آبرسان از این استفاده میکنم اینقه شده یا بوتل اول است که استفاده میکنم تاثیراتش روشه خودم استفاده که شخصا عالی تو مزه میده اصل چیز اینی را شب دوم است که استفاده میکنم یکی گفت که یه حلقه زیر چشم زیاد میکنه کمند خدا خیر بیا ببینم چی میشه دایی آینه ببینم آینه دوره آینه میتم شاهانه میتم سوزن سر میده میتم بشکه که من ایدی نه ندیدم آی خدا کنی تاثیر کنه آلومیشه را زیاد کنه جنگل علی حلقه زیر چشمم زیاد نکنه کدش یک گفته بود که یه حلقه زیر چشم زیاد میکنه از بعد بترش توبه بخرش توبه تمام